بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، این دوتا پروژه پرورش ماهی است که تو اربیل عراق کار شده. بعد سیستمی که برای اینجا طراحی کردیم یعنی اکسیژن از خود استخر آبو میکشه. ببینید این مکشه میره داخل پمپ، از پمپ میره داخل شبکه، از شبکه میره داخل استخر. داخل استخر که بره، اگر دقت کنین تقریبا 16 تا نازل داره آبو پرت میکنه بیرون. یه سریاشون سرن، یک سریاشون داخله. و به گفته خود صاحب حوض که یک توناژ مصرف علفش خیلی اومده پایین. یعنی اگر 10 تن قدیم مصرف میکرد الان نزدیک 6 تن و نیم مصرف میکنه. ببین اینجا آب داره قلمه میکنه بیرون. اینا لوله هاشون زیر ورق کار شده و پروژه بسیار خوبی که جواب داده. در خدمت همه دوستان هستیم. خواهشمند به اشتراک بذارین که دوستان خرج اضافه نکنن، به اصطلاح خوراک ماهی اضافه مصرف نکنن، یک دونه هدر نره.